این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه دومینوی بدبیاری‌های عظما که تمامی نداره و همینطوری ضربه پشت ضربه است که وارد میشه. آمریکا تعلیق تحریم‌های برجامی را تمدید کرد. آمریکا با تشدید تحریم‌ها 14 ایرانی دیگر را به فهرست تحریم‌های قبلی افزود. یکی از به اصطلاح ایرانی‌هایی که تحریم شده این دراکولای عمامه‌دار نظام با شناسنامه عراقیه که میخواست صورتش رو با سیلی این افهاهای مضحک سرخ نگه داره و اینطور وانمود کنه که عین خیالش هم نیست. به لحاظ شخصی من عرض میکنم که این یکی از موارد شکر از خداوند تعالی است که دشمنان ما را از میان حمقا قرار داد، احمقها قرار داد. دولت آمریکا و خصوصا شخص آقای ترامپ چه شأنی دارن که امثال ماها برامون مسئله‌ای باشه که در لیست تحریم اینها قرار بگیریم یا نگیریم. البته دوره این فیگورها دیگه گذشته. وقتی سنبه پرزور بشه آخوندا همشون غلاف میکنن. البته این سردسته قضایی آخوندا خوب میدونه وقتی ورق برگرده چه سرنوشتی در انتظارشه. یه چشمش رو به رئیس قبلی قضایی آخوندا تو آلمان نشون دادن. مجبور شد دوا درمون رو ول کنه و دومش رو بذاره روی کولش و الفرار. Abgeschirmt, bewacht von persönlichen Begleitern, verlässt Ayatollah Mahmoud Hashemi Sharudi heute Morgen gegen 9 Uhr die Klinik. Die Kolonne aus diplomatischen Fahrzeugen der iranischen Botschaft wird vom Landeskriminalamt zum Flughafen Hamburg begleitet. Ein Privatbesuch, wie es zunächst hieß, war es also nicht. این حاجی شاهرودی عمری تو کار گیر انداختن بقیه بود. حالا نوبت به خودش رسید. و اما بشنوید از بوزقلمون نظام که تو جمعه بازار ولایت اون چه که لایق خودش و باقی آخوندا بود رو با دریدگی تمام به مردم گفت. مردم عزیز و شریف ما، او میگوید حکومت از مردم میترسه. مردم خودشون بانی حکومتن، صاحب حکومتن. مردم انقلاب را به بار آوردن، مردم انقلاب را حفاظت کردن. مردم حکومت رو دارن حمایت میکنن و نگهداری میکنن. لذا هر جا خطری بوده خود مردم سینه سپر کردن و اجتماعشون دریایی خلق کرد و همه آشغالها را شست و برد و انقلاب را قدم به قدم تصفیه میکنن. این هم پاسخ کوبنده یک کارگر هموطن که حرف دل همه مردم ایران رو به این شیخ وقیح زد. یک مسئول بیشعور میره پشت تریبون میگه معترضین آشغالن. آشغال تویی. غلط کردن. آشغال تویی که مردم ایران از بوی تعفن آشغال تو جانشون به لبشون رسیده. آشغال تویی. اون روزی که مردم تو رو میارن پایین معلوم میشه آشغال کیست. بله، به این ترتیب هرچی آشغال بود برگشت تو سر و ریش بزرگ آشغالدار نظام، یعنی عظما. این وسط دست و پا زدن‌های آخوندا برای خاموش کردن قیام سراسری مردم ایران هم ادامه داره. از یه طرف آخوند اژه‌ای این خالی بندی های تاریخ در رفته رو به خورد مردم میده. ما در یک نفر در کلانتری به اصطلاح خودکشی کرده بود. این فردی بود که هنوز به زندان معرفی نشده بود و کسی بود که بر اساس گفته نیروی انتظامی فردی بود معتاد دارای سابقه مقدمخه در عراق. قبلی هم مواد مخدر همراهش بوده و در کلانتری اقدام به خودکشی کرده که به طور طبیعی پرونده در دستگاه قضایی عراق، حوزه قضایی عراق براش تشکیل شده. داره پیگیری میشه که دقیقاً
موضوع چی بوده. ولی و از طرف دیگه یه چغن در ریشو مثل این رو میارن توی تیوریش تا آسمون و ریسمون رو به هم ببافه و با ترفندهای لو رفته اینجوری وانمود کنه که انگار خواست مردم ایران سرنگونی ولایت فقیه نیست و مشکل فقط چند تا درخواست اقتصادیه. نه خودمون یادمون بره نه مخاطبانمون یادمون. اگر ما این ماجرا رو نسبت میدیم به آل سعود، به رجوی، به تکفیری ها، آشوب ها رو داریم نسبت میدیم، نه اون مردم زبان بسته و مال باخته ای که هفته هاست توی سرما و گرما توی خیابون بودن و کمتر مسئولی رفت بین اونها لااقل بهشون امیدواری بده که ماجرا انشالله تغییر خواهد کرد. آخوندا هر چقدر هم زور بزنن نمیتونن از پله های بحران بالا برن. این مسخره بازی ها حکم درجا زدن رو داره. این نوح خون نور چشمی عظما هم به ته خط رسیده و کارش به روزخونی برای اقتصاد مقاومتی رسیده. بریده است گرانی امان سفره ما، اگرچه گاه به پا شد نشست مصلحتی، نه اقتصاد رکودی نشد مقاومتی. اگرچه برپا شد محض آبروداری، سمینهار نکرده علاج بیکاری. اینجاست که اقتصاد مقاومتی با شنیدن این نوحه به وجد میاد و به این صورت سرپا میشه. این حجت الاسلام و المسلمین فیلتر نژاد هم اومده توی تیویریش تا بگه بابا درد ما با فیلتر کردن تلگرام درمون نمیشه. دشمنان نظام با فیلتر و بدون فیلتر کار خودشون رو میکنن. فرض بگیریم که اصلا این شبکه‌های اجتماعی نبودن، آیا همین منافقین کسانی نبودن که 17,000 نفر رو در این کشور ترور کردن در یک مقطع کوتاه؟ آیا ایجاد شبکه از طریق تلفن امکان پذیر نبود؟ من میخوام بگم یه مقداری هم ما درسته که اینا میان تو محیط و یه فضای ایجاد میکنن، تبلیغات میکنن، عرصه عمومی رو درگیر میکنن، ولی همه مسئله این نیست که الان تلگرام، خب واتساپ هم باشه همین امکان باش فراهم میشه، سروش هم باشه همین امکان باش فراهم میشه. درسته سروش چون سرورهاش در ایران هست ما یه کنترل های خاصی میتونیم بکنیم، ولی بالاخره بستر اونجاست. خلاصه این که آخوندا تو جاده ای افتادن که همینجوری از در و دیوار براشون میباره، یعنی کارشون ساخته است. دلغک خمینی این بار هم خودش رو تو خبر جا کرد تا تنفر مردم از آخوندهای دین فروش رو اینطوری برملا کنه. حرف نزد ولو تو دلت هیجانه، خاموشیه در واقع. یعنی این اونی که مهم است سکوت نیست، سکونه، این آرامش واقعیه. این که اگر جامعه خفقان باشه کسی از ترس حرف نزنه این اسمش امنیت نیست. بله امنیت نیست. این یه در معنای سکون و سکوت با فرق داره. اون سکونی هم که بر اساس آگاهی باشه. بعضیا ساکنن، سکینه، آرامش دارن بدید چون نمیفهمن. حالا که بازار اعتراف گرمه، دو جمله هم از این حاج آقا بشنوید که آخوندهای حاکم رو اینطوری توصیف میکنه. آقای رئیس جمهور، تو رئیس جمهور نیستی، تو تدارکاتچی. این مملکت رو آقا نسق زدن برای مشت آدم های 2000 2500 600 نفر آدم، هی میچرخوننش. یه دوره این آقا میشه رئیس جمهور، اونا میشن نمیدونم فلان. یه دو بعد جالبش اینه که همه با هم فامیلن، توی یه آخور با هم میخورن، چپ و راست میخورن، توی یه آخور با هم میخورن. این شما و این نماینده آخوندا در شورای امنیت، یعنی دانش آموز کلاس دوم راهنمایی بهتر از این میتونه متن انگلیسی بخونه. ایران including instigators. ای کاش فقط مشکل تو انگلیسی خوندن بود. این شهردار بم رو ببینید که فارسی هم نمیتونه درست صحبت کنه. وقتی حاکمیت بر اساس غارت سالاری بنا شده باشه همین میشه دیگه. 2 سال پیش همه به فکر ساختساز بودن
بعد از اون شاهزاده تقریبا اونا که باید میساختن ساختن و الان دیگه یک موضوع اوقات فراغت، استراحت، فرهنگ و گردش یا این چیزا الان تو ذهن مردم اومده و ما میخوایم جایی برای استراحتشون انجام بدیم، برای کلمه یادم رفت بود، تفریح برای تفریحشون برای تفریح اونش برای تفریح و اینا. این دوباره تفریح بود چی بود؟ یه چه غیر تفریح چیزی هم بود، اوقات فراغت این هم یه مقایسه ساده بین دو تا از مهره‌های شناخته شده نظام به نقل از خودشون. هنوز آقای خاتمی رئیس جمهور نشده بود، رفتیم میشه آقای خاتمی اول پرسید صحبت شد، ایشون یه جای در اومد گفت ببین شما که به من انتقاد میکنید و از این لیبرال منش این چیزا اینا، بدونید من در مقابل آقای هاشمی حاجی بخشی منصوب میشم. بله، منظور حاجی خاتمی از حاجی بخشی این گوریلیه که ملاحظه میکنید. کجا میری؟ کربلا. کجا میری؟ کربلا. با کی میریم؟ روح الله. با کی میریم؟ روح الله. با کی میریم؟ در پایان یادی هم بکنیم از این هنرنمایی زیبا که در نوع خودش بی‌نظیره، تلفیق موسیقی جنوبی و شور و حال مردمی برای جارو کردن نظام ولایت. تو که نون سونه داشتی، تو که رخت خونه داشتی، چطور شده که شا شدی، چطور شده که شا شدی، شیخ بوتین به پا شدی، ملا علی ملا علی ملا علی که راه بری، امامت بندای بری، ملا علی که راه بری، همین رضا باید بری.